به نام خدا سلام، شما صفحه علم و فناوری روزنامه شریف رو میشنوید. من معین محمدی در این برنامه خدمت شما هستم. کپیکاری ممنوع، بالا و پایین مسیر کارآفرینی. هر کسب و کاری واسه بیرون کشیدن گلیم خودش از آب و گل و رقابت توی بازار با چالش‌های مواجه میشه. این مشکلات توی بازار امروز ایران با وجود محدودیت‌های اقتصادی و تحریم به مراتب پیچیده‌ترن. توی این شرایط ممکنه الگوبرداری از مدل‌های کسب و کار جهانی نوآورانه و وسوسه‌انگیز به نظر بیاد، ولی این رویکرد بدون در نظر گرفتن نیازها، شرایط اقتصادی و فرهنگی، قدرت خرید مردم، نوع و میزان دسترسی به منابع و زیرساخت‌های کشور در عمل میتونه باعث ناکارآمدی، عدم تطابق با بازار هدف و در نهایت شکست کسب و کار بشه. تعداد زیادی از استارتاپ‌های داخلی با فرض اینکه یه مدل غربی به طور کامل توی ایران قابل اجراست، بدون مطالعه و تحلیل کافی وارد بازار میشن و بعد از مدتی با مشکلاتی مثل عدم جذب مشتری، کمبود سرمایه و ضعف توی زیرساخت‌ها روبرو میشن. خب، چالش‌های تطبیق بیزینس مدل‌ها توی ایران با وجود تحریم‌ها روی توانایی کسب و کارها برای برقراری ارتباط تجاری با بقیه کشورها و استفاده از خدمات بین‌المللی تأثیر میذاره. علاوه بر اون، در نظر گرفتن فرهنگ و رفتار مصرفی کاربرای ایرانی واسه هر کسب و کار ضروری و تعیین کننده است. خیلی از اپلیکیشن و خدماتی که خارج ایران موفقن، برای کاربرای ایرانی جذابیتی ندارن یا حتی ممکنه با حساسیت‌های اجتماعی و دینی روبرو بشن. به عنوان نمونه پیاده‌سازی الگوی خیلی از شرکت‌های تکنولوژی محور غربی مثل نتفلیکس یا اسپاتیفای توی کشوری که فرهنگ پرداخت حق اشتراک به درستی جا نیفتاده یا مسائل زیرساختی شبیه محدودیت‌های اینترنت و پرداخت ارزی داره، به احتمال زیاد با چالش‌های جدی روبرو میشن. در نظر گرفتن عواملی از جمله سیستم‌های پرداخت، دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، رفتار مصرف کننده و سیاست‌های دولتی توی تعیین استراتژی و ایجاد بیزینس مدل اثرگذاره. محدودیت‌های قانونی و زیرساختی. یکی دیگه از مشکلات رایج توی پیاده‌سازی کورکورانه مدل‌های غربی، بی‌توجهی به محدودیت‌های قانونی و زیرساختیه. قوانین مربوط به مالکیت فکری، حمایت از کسب و کارهای نوپا، نظام مالیاتی و حتی قوانین کار توی کشورهای مختلف تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارن. به عنوان مثال، بیزینس مدل‌هایی که بر اساس نمونه‌های اقتصاد اشتراکی توی ایران شکل گرفتن، به دلیل مانع‌های قانونی و محدودیت‌های فرهنگی ممکنه با مشکلات جدی روبرو بشن. از طرف دیگه، نمونه‌های مشابه اوبر که توی بعضی کشورها به دلیل تعارض با قوانین تاکسیرانی مخالفت‌های صنفی نتونسته موفق باشه، توی ایران با بومی‌سازی در نظر گرفتن نیاز کاربرا بر پایه امکانات داخلی تونسته موفق بشه. انعطاف پذیری در تغییرات. توی شرایطی که بازار، فناوری و نیازهای مشتری‌ها به طور مداوم تغییر میکنه، استارتاپ‌ها باید توانایی انطباق سریع با این تغییرات رو داشته باشن. اونا باید به طور هوشمندانه مدل‌های درآمدی، خدمات و استراتژی‌های بازاریابی خودشون رو عوض کنن تا بتونن از فرصت‌های جدید استفاده کنن و در برابر بحران‌ها مقاوم باشن. همچنین استارتاپ‌ها باید به طور مستمر تکنولوژی‌های نوین رو به کار ببرن تا خودشون رو با تحولات سریع توی این زمینه تطبیق بدن. این تغییرات میتونن شامل بروزرسانی‌های نرم افزاری، استفاده از سیستم‌های جدید پرداخت یا ورود به بازارهای آنلاین باشن. در این راستا مهمترین اصل توانایی شناسایی سریع تغییرات نیازهای مشتری‌ها و تنظیم خدمات یا محصولات بر اساس اونه. نکته‌ای مثل درک شرایط محلی هم ضروریه، هم فرصتی برای ایجاد مزیت رقابتی توی بازاره. بررسی مدل‌های موفق پلتفرم‌های ایرانی نشون میده که چطور با هوشمندی تمام تونستن بیزینس مدل خودشون رو به طور خاص و بر اساس بازار ایران و نیاز کاربران تطبیق بدن. درک صحیح از بازار داخلی تغییر ایجاد کردن توی مدل‌های بین‌المللی و نسخه‌های بومی شده تا الان باعث موفقیت خیلی از کسب و کارهای ایرانی شده. شما شنونده صفحه علم و فناوری روزنامه شریف بودید. خیلی ممنونم که ما رو تا اینجا همراهی کردین.